آیا با زن حلالی خود از عقیب همخوابگی شویم جایز است یا نه التماس جواب رو این رو گوییم؟ از عقیب یعنی میگه ملعون من اتى امرأته فی دبورها، مردی که با زنش از قفو همخوابگی میکنه، غرض از قفو مقصد که در دبور در قفوش همین معامله را انجام میده، او ملعون است، به لعنت پروردگار گرفتار شدگی. مانا زن فقط از همون پیش قدش همخوابگی، اون پای زن اجازت رخصته، حتی زیر کش اجازت رخصته، همین چیزا در کتابای فقهی جایی تری شرم و حیا نداره. آخی همین برادر خوب کرده است که همین سوال داده است، باید بدونم. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. اپیمیدیون پاستا برای با قوت کردن مردانگی بدن، شخصانی که بی‌فرزندند، بلند برداشتن فویض اسپرما، خون گرفتگی پا و رگ‌کشی و همچنین برای حوصله را بلند کردن، مزه هنزل برای درد میان، دست، پا، ریماتیسم، روغن خلبه برای خون گرفتگی گرده، پیشابدان، پروستات، سنگ و نمک گرده، سمیانوند برای اشتها و بزبله شدن. اینها سبب خدا شفا فرما همه راضی شما. برای همین در قشلاق ما آوازها هست که اگر دختردار شوی در روز جمعه باید نامش سایده یا آزاده گذاشتن در کار میگویند. به همین سوال من سروچ جواب دهیم. ماشاءالله خداوند اولا مبارک بگردونه این طفلک مسلمان در این خونه. یک ما شرط قید نیست و یک فعل عجیب داریم. در محرم تولد شوه بیچاره اشور بشنو میکنن، در ماه سفر تولد شوه حتما او را یا سفرگلش میکنن یا سفرماش میکنن. همین کارو اصل ندارن. فرزند در نام کتابی موندن در کار، کی تولد میشوه در کجا تولد میشد که اهمیت نداره. یک نام خوب زیبا، نام معنادار، نامی که کودک همون نام با افتخار بگیره بگرده. چیه؟ شرط نیست. اصلا نام سیده، نام آزاده نام خوبه، نام بد نیست. نه که در گردن او پدر مادر حتمی نیست که حتما روز جمعه کشیده است سیده و آزادهش کنن، ولی همین کسی نامش آدینه انیق معلومه که همین روز جمعه شدگی. شرط نیست که روز جمعه شد جمعهش نام کنن، جمعه وایش نام کنن، آدینهش نام کنن. هر نام کتابی که باشه، هر نام خوبی که باشه بمونن. ولی همین بچه‌ای که خط نشیدگی تولد میشوند میگوین نام چه است؟ خط نشیدگی الکی مردم میدونن. از برای خدا خط نشیدگی نور علی نور شرط نیست که حتما او را شما سنت الله نام کنید. ای سنت الله در محمدش نام که، احمدش نام که، نامای پیغمبرا را بمان، این بهتر و خوبتره. اون من همین نامی خوبه، نامی بد نیستن. نه که میگم که مجبوری نیستی، هر نامی که دلش میکشه نامی خوب کشوی بگذاره. بله. کاری یک سوال ممکنه؟ همه فرزند که مادر تولد میشه، مرد تولد میشه، همون بعد مردم سو همون نام مردم درست یا ندرسته؟ ماشاءالله. او کودک اگر به شرطی که 4 ماه علاقه شده باشه 120 روزه روح در بدنش دمیدگی هم در 120 روزگی به امر پروردگار روح در بدن دمیده میشه، او را حتما نامش میکنن. اگر چند مرده هم تولد شود یا نامش میمونن، میگیرن در یک پورای لطه میپیچوننش، به جنازه میبرن در یک گوشه که قبرستان گوش میکنن. اما اگر به شرطی که 120 روزه نباشه و 120 روزه نشیده باشه او را نام نمیکنن. برای که زی روح، هر کسی که روح داره فردا روز قیامت خودت او رو زنده میکنن. اگر هم به شرطی که 120 روزه شیده باشه علاقه او را خودت او زندهش میکنن، او حتما باید نامش کنی. نه که مردم که مرده تولد شده است جنازه نداره. نام البته هم میمونن. بله. خدا حفظ. اینجا که دامنو سوال داده که زنی که در حیض بوده مرد میتواند با طرز مالیش شهوتش رو پس کنه؟ در همون زنش؟ بله میتونه. اصلا در یهود قبل از اسلام در عرب همین زن در حالت حیض نفاس وقتی که میشید مثل یک نجیس گمانش میکردن. در اسلام طریق گپ نیست. زن فقط باید همون بند ایزار را سخت ببنده. استمتاع ما تحت الازار حرامه. یعنی که با زن همخوابگی در وقت حیض یا نفاس حرامه، درست نیست. خداوند امر کرد فاعتزلوا النساء فی المحیض، در وقت حیض با زنها همخوابگی نکنید. این آیه قرآن، آیه صریحه.
аммо қичоқ гирифтана буса кардана ҳеҷ ягон мушкил надорад. зантай хел мақсад зани ҳалоли ихтай и ягон мушкил надорад. аки мурод аз сухани бародар и аст ки мисол ҷавон шаҳватш баланд мешавад, занак дар ҳолати нифос ки боша, зане ҳастае ки шояд нифосаш дар 40 рӯз бигзара, шояд дар 30 рӯз бигзара. ҳамин муддата вақте ки шаҳват бисёр баланди бад мешавад, имкон дорад ки мақсад хичабушакаву дар танаи занашро мақсад хона бисозад, шаҳватша сохтиса кунад. бале метавонад. фақат ҳамин ҳаққи ҳамхобагӣ надорад. دیگه تابوس کنارو مقصد که حتی با دستی زوجه میتونه خچه خونه کنه، با دستی خودش نی، با دستی زوجه. انا در کتابای فقهی اومده است در حالت و وضعیت امکان داره که مقصد انا امو سویش مالیش کنه، مقصد اینا بین رانهای پویزن اجازت رخصته، حتی زیر کش اجازت رخصته. همین چیزا در کتابای فقهی اومده گیان. میگه در طلب کردن حقیقت کار از خدا شرم دار و شرم مدار. یگان جایی تری شرم حیا نداره. آخی همین برادر خوب کرده است که همین سوال داده است، باید بدونم. خوب اجازه کنم سوال شده که آیا با زن حلالی خود از عقیب همخوابگی شویم جایز است یا نه التماس جواب رو این رو گوییم؟ از عقیب یعنی چی؟ یعنی در دبور؟ نخوزم جا عقیب افتگه این عمل لوت های، عمل قوم لوت. این کار لوتی هم میکنن. نعوذ بالله. حدیث صحیح پیغمبر است در مسند امام احمد. حضرت میگه ملعون من اتى امرأته فی دبورها. مردی که بوزنش از قفو هم خوابگی میکنه، غرض از قفو مقصد که در دبور در قفوش همین معامله را انجام میده، اون ملعون است، به لعنت پروردگار گرفتار شدگی. انا زن فقط از همون پیش قدش هم خوابگی کرده میشه، یگان جای دیگر نداره. نساؤکم حرث لکم. زنها زمین کشت شما هستند. کشت در کجا میکنن؟ کشت در پیش میکنن. یعنی که اون زنها مادرای فرزندای شما هستند. تخم در همون زمین میکاره که او حاصل به فرزند به دنیا بیاید. اگر کسی که همین معامله و مناسبت داشته باشه، او بدبخت لوطی است. زنی که شوهرش به همین کار مجبورش میکنه، باید که مجبور کنه از شوهر طلاقش بگیره، چه جدا کنه. خدا پناه بده. همین بعضی همین فیلم ها و بعضی همین رفتار و کردارهای غیر مسلمان ها و این جوان ها تماشا کرده، خدا جونشون هم از کنه دیگه هویت خچولا گم کرده گیان. ما مسلمانیم الحمدلله، ما مردم توزه و آزاده هستیم. برای مرد مسلمان همین کارو زیبنده نیستن. این کاری حرام و مطلق درست نیست، حرام است. میگم که همین ایتری زنی که شوهر هم میخواد که قدیش هم تری معامله کنه، اگر میخواد که به غضب خدا گرفتار نشود، در حالی تری پرخه را ترک کنه. این طایفه مردم نمیشوند. درست نیست، حرام است. اما اگر مقصد غرضش از عقیب به این معنا باشه که مقصد انا خیلی که با قریشی ها مهاجر شدن به مدینه منوره اومدن، در مدینه منوره در برابر عرب ها یهودی ها زندگی میکردن. قوم یهود، سه قبیله کلان یهود زندگی میکرد: بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظه. اکی در بین یهودی عادت همین است. اون میگن که کسی که بوزنش اگر همین زنک با تخته پیش خو نکنه و یا بولو نباشه، دیگر پلاژینیو در خو کنه، او کودک احول میشود، چشمش کجله میشود. در بین یهود هم خیلی گپ است. همین سخن در بین عرب های مدینه منوره هم الکی 5 دگی بوده است. و هم مقصد همین را گوش کرده گیان. یک مرد مهاجر زنی انصاری میگیره از مردم مدینه منوره. او بیچاره خیلی بیاشته و خیلی همین نوزن و نو اسب دیوانه میگن. مقصد هم تری چی معامله میکنه که او زن به غضب میآید. در پیش از راه قفاده مقصد سعی میکنه استعمال کنه. این زن به غضب میآید، داد و فغان میشود، رزبار میشود، قصه کوتاه رزبار به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میآید. همین باید نازل میشود. نساؤکم حرث لکم.
فاتو حرفکم انا شئتم زنها زمین کشت شما هم مقصد همون مدام که قصد نیاتی که کشت کردن باشد چه خیلی که کش میکنی کردن بگی روش دیگه رخصت داری مشکل نداره